یک مخترع فوق‌العاده خلاق تصمیم گرفت قوانین رو بشکند و دوچرخه‌ای با چرخ‌های مثلثی بسازد. اما وقتی سعی کرد سوار شود، تنها یک فشار روی پدال کافی بود تا دوچرخه به زمین بیفتد. هر چقدر هم پدال زد، دوچرخه حتی 1 اینچ هم حرکت نمی‌کرد. او دوباره به میز طراحی بازگشت و ساختار چرخ‌ها را اصلاح کرد. این بار دوچرخه حرکت می‌کرد، اما کل فریم تکان می‌خورد و سر سوارکار بی‌وقفه بالا و پایین می‌رفت. برای صاف شدن حرکت، او فریم را کاملا باز طراحی کرد. سه لاستیک قدیمی را روی هم چید، به شکل‌های مثلثی کامل برش داد و آنها را به لبه‌ها متصل کرد تا چرخ‌های مثلثی واقعی و کارآمد بسازد. اما هنوز کار تمام نشده بود. او یک سیستم ریل لغزشی برای تثبیت دوچرخه اضافه کرد و ابزارهای غلطکی چرخ‌های جلو و عقب را نصب کرد. در نهایت چرخ‌های مثلثی را روی دوچرخه سوار کرد. هنگام حرکت، چرخ‌های عقب همراه با فریم پشتی حرکت می‌کنند و سیستم ریل لغزشی همه چیز را پایدار و ایمن نگه می‌دارد. اکنون دوچرخه به صورت روان و بدون مشکل حرکت می‌کند.